تا حالا به این فکر کردی؟ چرا مهربانترین آدم‌هایی که میشناسی اغلب خسته ترین ها هستند؟ همان دوستانی که همیشه لبخند میزنند، همیشه میگویند بله حتما و همیشه آماده کمک هستند. اما اگر کمی دقیق تر به چشمانشان نگاه کنی، آنجا یک خستگی عمیق را میبینی. انگار پشت این همه مهربانی بی حد و مرز یک هزینه پنهان وجود دارد که مدام در حال پرداخت آن هستند. حقیقت این است که مهربانی فقط نور ندارد، یک سایه هم دارد و وقتی این سایه را نادیده میگیریم میتواند حتی ویرانگر شود. داستان از کودکی ما شروع می شود. ما یاد میگیریم که اگر مهربان باشم، اگر زیاد سازگاری نشان بدهم، دوست داشتنی تر می شوم. این الگو کم کم در سیستم عصبی ما تثبیت می شود. در واقع مهربانی برای ما تبدیل می شود به راهی برای بقا. در نتیجه تو یاد میگیری که نیازهای خودت را کنار بگذاری تا بتوانی تایید و محبت دیگران را به دست بیاوری. اینجاست که یک نقاب مهربانی ساخته می شود. این نقاب آنقدر روی صورتت میماند که خود واقعی زیرش کم کم خفه می شود. پشت هر بله‌ای که به زور میگویی، یک صدای خاموش درونت میگوید پس من چی؟ و متاسفانه این صدا همیشه خاموش میماند. روانشناسان به این حالت میگویند خستگی از شفقت. وقتی آنقدر برای دیگران خرج میشوی به یک بنبست عاطفی میرسی. افرادی که بیش از حد مهربان هستند در معرض اضطراب، افسردگی و فرسودگی شغلی قرار دارند، چون مهربانی بدون مرز در نهایت به حذف خودت منجر می شود. دقیقاً مثل باغبانی هستی که همه باغ را آب می دهد به جز ریشه های خودش. و این تناقض تلخ را ببین. وقتی همه تو را به عنوان فرد مهربان می شناسند، ناخودآگاه انتظار دارند همیشه همینطور بمانی. نیازهای تو به گزینه دوم تبدیل می شوند. هرچه مهربان تر می شوی، نامرئی تر می شوی. دیگر کسی از تو نمی پرسد تو چی می خواهی؟ و نامرئی شدن اسم دیگرش تنهایی است. وقتی نیازها و عصبانیت درونیت را سرکوب می کنی، این احساسات هیچ وقت از بین نمی روند، فقط در سایه ها جمع می شوند و یک روز به شکل پرخاشگری های منفعل، قهرهای ناگهانی یا انفجارات شدید عاطفی فروان می کنند. این هیولا محصول مهربانی تو نیست، محصول مهربانی بدون صداقت است. هر بار که بله میگویی در حالی که منظورت نه است، داری یک قدم از خودت فاصله میگیری. پس راه حل کجاست؟ مشکل خود مهربانی نیست. مشکل این است که ما مهربانی را به نقاب بقا تبدیل کرده ایم. مهربانی سالم یعنی خودت هم داخل دایره مهربانی باشی. مهربانی ناسالم یعنی غفلت از خود در لباس فضیلت. برای اینکه مهربانیت سالم و پایدار باشد، باید این قدم ها را برداری. اول مکث کردن را یاد بگیر. قبل از اینکه فوراً بله بگویی، از خودت بپرس توانش را دارم؟ این برای من هم خوب است؟ دوم، نه گفتن ملایم را تمرین کن. نه گفتن دشمن مهربونی نیست، دشمن سوء استفاده است. سوم، باغ خودت را آبیاری کن. کارهایی انجام بده که روحت را تغذیه می کند. جنبه تاریک مهربانی این نیست که مهربانی بده، بلکه این است که وقتی از ترس، اجبار یا کمبود محبت مهربان هستی، آرام آرام خودت را گم می‌کنی. اما وقتی مهربانی از فراوانی و قدرت درونی می‌آید، وقتی شامل حال خودت هم می‌شود، وقتی در کنار بله قدرت نه را هم داری، آن وقت مهربانی واقعی تو شفافتر، قدرتمندتر و درخشانتر می‌شود. حالا وقتش است. امروز، همین الان می‌خواهم یک کار کوچک برای خودت انجام بدهی. یک دقیقه چشمانت را ببند و به این فکر کن: بدنم، ذهنم و روحم الان به چه چیزی نیاز دارند؟ آیا نیاز به استراحت داری؟ نیاز به یک نه گفتن داری؟ یا نیاز به یک فنجان چای داغ داری که فقط برای خودت است؟ آن نیاز کوچک را شناسایی کن و امروز حتما آن را برآورده کن. این اولین قدم در بازپسگیری مرزها و احیای ریشه های تو است. هیولای واقعی خشم و ناراحتی نیست، غفلت از خود است. پس غفلت نکن. مهربانی را از خودت شروع کن.